نمیدونم که اینجا جای درستی برای شروع کردن ولاگ هست یا نه، ولی الان ساعت 5 صبحه و من از دیروز حدودا ساعت 3 ظهر بیدارم و خوابم شدیداً به هم ریخته و بیاین که اینو با هم درست کنیم، چون که شدیداً روتینمو به هم زده، زندگیمو به هم ریخته. الان حدوداً 1 هفته است که اوضاع من شبا اینه. بساط فیلمو پهن میکنم و میشم پای سریال و تختم، کل اتاقم و حتی میزم افتضاحه و قراره که اینو با هم درستش کنیم. خب بچه من گفتم قبل از اینکه بریم سراغ مرتب کردن تخت و میز و اینا یه روتین پوستی انجام بدیم. قبلش میخوام از این ماسک باربی بذارم. حال پوست منم اصلا خوب نیست، چند وقتی که اصلا بهش نرسیدم، برای همین این یه گزینه خیلی خوبه. من دوست دارم ماسکامو با این براشای ماسک بزنم. حتما هم قبل و بعد استفادهتون ضد عفونیش کنید. بریم سراغ تخت. حالا که همه جا تمیز و مرتب شده، همه چی سر جای خودشه، بریم که ماسکمون رو بشوریم و یه روز خفن و پر انرژی رو شروع کنیم. خب بچه‌ها من رفتم پوستمو شستم اومدم، گفتم که یه روتین پوستی با هم دیگه بریم. من اول از همه برای تیرگی‌های زیر چشمم از این سرم کافئین اوردینری استفاده میکنم که برای من واقعا تا الان جواب داده. بعد از اون از این کرم دور چشم استیلادر استفاده میکنم که بچه‌ها اگر یک کرم دور چشم آبرسان خوب ندارید اصلا سمت سرم کافئین نرید، مخصوصا برای اوردینری، به خاطر اینکه درسته که تیرگی‌ها رو مثلا درمان میکنه و جلوگیری میکنه، اما به شدت اون ناحیه رو خشک میکنه و اگر از یک دور چشمی که خاصیت آبرسانی داشته باشه استفاده نکنید به مرور زمان باعث چروک میشه. بعد از اون میرم سراغ آبرسان که خیلی مهمه برای پوست من به خاطر اینکه پوست خیلی خشکی دارم. بعد از اون میرم سراغ ضد آفتاب که توی تابستونی که عادی ترین درجه ما 45 تا 55 درجه است، حتما حتی توی خونه هم از ضد آفتاب استفاده کنین. این واقعا مورد علاقه منه بچه‌ها و خیلی بهتون پیشنهاد میکنم به خاطر اینکه هم خیلی رقیق و سبکه، همین که رد سفیدی نداره، خلاصه که خیلی خوبه دیگه. خب بچه ها بند و بساط صبحونه امروز 5 شد. من گفتم که حین صبحانه بیاین که یه کوچولو در مورد خودم باتون صحبت کنم و در مورد دنیای ملینا با هم صحبت کنیم. بچه ها من ملینام، 19 سالمه، جنوبیم، دبیرستان ریاضی فیزیک خوندم، الانم دانشجوی رشته مهندسی معماریم. حالا در مورد چنل اگه بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم، حالا اگه بخوام در مورد اینکه اینجا قراره چه اتفاقی بیفته صحبت کنم، نظر من اینه که به معنای واقعی کلمه قراره با هم دیگه زندگی کنیم، با هم دانشگاه بریم، سفر بریم، خرید کنیم و خلاصه اینکه خوش بگذره بهمون کنار هم دیگه، هم به من هم به شما. و من خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو در مورد ویدیوها برام بنویسین که من بتونم بهتر و بهتر بشم و به اون چیزی که شما و خودم علاقه دارم نزدیکتر بشم. من
برم ادامه صبحانه‌مو بخورم، دوباره میبینمتون. من از بعد از صبحونه یه 3-4 ساعته که درگیر ادیتم. الان میخوام که یه کوچولو برنامه ریزی ویدیوها رو بکنیم با هم دیگه. بعدش هم میخوام این کتابه رو شروع کنم. بچه‌ها خیلی وقته که دارمش ولی شروعش نکرده بودم. الان ساعت تقریبا 11:30. این کارامو که انجام بدم یه حدود مثلا 12:30 1 میرم سراغ نهار، اونجا دوباره میبینمتون. بچه ها من نهارمون درست کردم. برای نهار کاهو و تون مرغ، همراهش هم میخوام سریال درین رو ببینم. بچه ها اگه بخوام در مورد این سریال با تو صحبت کنم، در مورد این که یه روزی یه بارونی داخل شهر میاد، این بارون سمیه و همه رو مریض میکنه و افرادی هم که مریض میشن مریضشون واگیر داره. حدودا 3 فصله، هر فصل 6 قسمته. بهش نمره مثلا 7.5 از 10 رو میدم. دوستش داشتم. بچه من آماده شده بودم که برم باشگاه، ولی دیدم که پیام فرستادن امروز باشگاه تعطیله و من هفته دیگه باید برم امتحانی که از اون 12 روز باقی مونده رو بدم. برای همین گفتم الان که وقتمون خالیه یه کوچولو من اینو بخونم، به خاطر اینکه تا الان معدلم خوب شده و میخوام که واحدهای زیادی این ترم بردارم، چون که ترم مهره و خب هوا اوکیه دیگه، مثلا اذیت نمیشیم. میخوام که واحدهای زیادی بردارم و نمیخوام با نخوندن این گرم بزنم توی معدلم و نتونم. برای همین یه 2-3 ساعتی اینو بخونیم بعد دوباره میبینمتون. بچه الان ساعت 10 شبه و من خیلی میلی به غذا و شام و اینا نداشتم، برای همین شام نخوردم. الان گفتم که یه کوچولو میوه بخوریم با هم دیگه و حینش هم میخوام دوگ نواش ببینم. گفتم که یه کوچولو باهاتون صحبت کنم. بچه‌ها من خیلی وقته که به این کانسپت مثلا تولید محتوا و ولاگ و اینا علاقه دارم، ولی همیشه فکر میکردم که به خاطر فیسلس بودنش مثلا حمایت نمیشه. الان رسیدم به اون درجه‌ای که با خودم گفتم که امتحانش میکنیم، شاید شد. واسه همین خیلی دلم میخواد که برام بنویسین که آیا این فیسلس بودن کانال من تأثیری روی حالا علاقه شما یا حمایت شما داره یا نه. مراقب خودتون باشین. خیلی خیلی زود با یه ویدیو دیگه کنار همین. دوستتون دارم. خدافظ.